باور نمی‌کنی اگه بهت بگم یه موجود چند میلیمتری میتونه کاری رو انجام بده که سالها فکر می‌کردیم فقط انسان بلده. نه کامپیوتره، نه ربات و نه حتی یه حیوان بزرگ. یه موجودیه که وقتی اسمشو بگم میگی امکان نداره. مغزش فقط 1/100,000 مغز ماست، اما توانایی داره که حتی بعضی سیستم‌های هوش مصنوعی برای رسیدن بهش سالها وقت گذاشتن. یه مهارت عجیب مربوط به چهره‌ها. اسمش رو حتما حدس زدی. زنبور. بله، همین زنبور کوچیک قادر چهره انسان‌ها رو تشخیص بده. تو آزمایش‌ها نشون دادن که زنبورها اجزای صورت رو کنار هم میچینن و به عنوان یک الگو حفظ میکنن. یعنی اگه یک بار جلوش ظاهر بشی، دفعه بعد میتونه تو رو بشناسه. این مغز کوچیک هنوزم چیزایی داره که دانشمندا رو غافلگیر میکنه. اگه میخوای هر روز یه چیز جدید یاد بگیری، ویدیو رو لایک کن و چنلمون رو دنبال کن.